یکی از مواردی که در پرونده حضانت بسیار مهمه اینه که خب حضانت فرزند با مادر تا سن 7 سالگی و شخص مادر میتونه که با ارائه دادخواست به مرجع قضایی حضانت فرزند خودش رو بخواد و بعد سن 7 سالگی حضانت فرزند با پدر خواهد بود. اما در صورت طلاق توافقی ما بین زن و شوهر خب میتونن توافق بکنن که حضانت فرزند با چه شخصی باشه، با پدر باشه کلا یا با مادر باشه و اینکه تا سن 7 سالگی حضانت فرزند با مادره مانع از این نیست که توافقی ما بین طرفین صورت بگیره که خب طرفین راضی بشن که حضانت فرزند یا با پدر باشه یا با مادر. اما قبل از اینکه دادخواست خودتون رو به مرجع قضایی تحویل بدید در جهت حضانت فرزند، شما لازمه که در ردیف دلایل و مدارک خودتون سند نکاحیه و کارت شناسایی خودتون و حتی اگر ما بین زوجین توافقی صورت گرفته باشه در خصوص حضانت فرزند، در صورت حالا طلاق توافقی و امثال هم، میتونید که اون توافق رو هم جز دلایل و مدارک خودتون قرار بدید. اما در خصوص پرونده حضانت فرزند، هر یک از طرفین پرونده پدر باشه یا مادر باشه فرق نمیکنه، میتونن که از دادگاه و مرجع قضایی تغییر حضانت رو بخوان. تغییر حضانت هم مواردی داره، مثلا حالا فرق نمیکنه پدر باشه یا مادر باشه، میتونه که یکی از طرفین پرونده استناد بکنه که طرف مقابل احتیاج به مواد مخدر داره یا اینکه نظریه پزشکی قانونی وجود داره که شخص طرف مقابل مشکل اعصاب و روان داره و یا اینکه از طفل مورد سوء استفاده قرار میگیره تا طفل رو مجبور میکنن که کارهای خلاف قانون رو انجام بده. پس هر یک از اینها میتونه که دلایل و مدارکی باشه در جهت تغییر حضانت. حتی بیش از اندازه مورد ضرب و جرح و مورد کتک قرار دادن فرزند هم میتونه جزء دلایل و مدارک شما باشه. در برخی از پرونده ها حالا شخص زوجه میاد میگه که در قبال مهریه خودم حضانت فرزند رو میخوام، یعنی از مهریه خودش گذشت میکنه به شرط اینکه حضانت فرزند با اون باشه. خب معمولا قالب رویه قضایی به این شکله که بخشیدن مهریه معمولا با طلاق مورد توافق صورت میگیره. اما خب طرفین پرونده میتونن که زن و شوهر میتونن که بعد از اینکه طلاق صورت گرفت در خصوص حضانت فرزند که کلا با پدر باشه و یا اینکه یا با مادر باشه توافق انجام بدن. دوستان در خصوص پرونده حضانت هم این مورد رو هم بیان بکنم که هر یک از طرفین پرونده حالا با توجه به اون شرایط و فوریتی که وجود داره میتونن از مرجع قضایی دستور موقت رو تقاضا بکنن، یعنی در ردیف خواسته خودشون در دادخواست تقاضای دستور موقت رو از مرجع قضایی تقاضا بکنن که قبل از اینکه به موضوع دعوا و موضوع پرونده رسیدگی بشه ابتداءً دستور موقتی صادر بشه و حضانت فرزند مورد تعیین و تکلیف قرار بگیره. اما در خصوص اینکه اگر هر یک از طرفین پرونده زن یا شوهر فرق نمیکنه در خصوص تحویل فرزند و یا اینکه در خصوص اجرای حکم امتناع بکنن، جلوگیری بکنن، خب شخص از این دفعه میتونه که از دادگاه تقاضا بکنه و دادگاه هم میتونه تا زمان اجرای حکم شخص مورد نظر رو بازداشت بکنه. نکته بعدی که بسیار مهمه اینه که بعد از اینکه حضانت تعیین تکلیف شد، خب شخص مادر و یا هر شخص دیگه‌ای که حضانت فرزند با اوست میتونه که در خصوص نفقه فرزند شکایت خودش رو مطرح بکنه و از کسی که باید نفقه فرزند رو پرداخت بکنه شکایت بکنه. پس این مورد رو هم در نظر داشته باشید که این بدین معنی نیست که وقتی که حضانت فرزند با مادره حتما باید مادر نفقه فرزند رو پرداخت بکنه. نه، به این شکل نیست. ممکن که حضانت فرزند با مادر باشه اما نفقه فرزند با پدر باشه و پدر باید نفقه فرزند رو پرداخت بکنه.